بچه سالها پیش یه خانومی به نام زیگارنیک با دوستاش رفته بود رستوران. تو رستوران اینا سفارش‌های مختلفی داده بودن، روانشناس هم بودن، همشون دانشجوی روانشناسی بودن. یکی پیتزا سفارش داده بود، یکی همبرگر سفارش داده بود. در کمال تعجب دیدم پیش خدمته اومده بدون که یادداشت کنه، میگه بله شما چی می‌خواید؟ شما هم اینو می‌خواید، میارم خدمتتون. و رفت و یه 5 دقیقه 10 دقیقه بعد آورد. با اینکه کلی آدم اونجا بودن. زیگارنیک دانشجوی روانشناسی بود دیگه، خیلی فکرش مشغول شد. چطوری امکان داره اینا همه تو ذهنش بمونه؟ بهش فکر میکرد، حواسش رفت به این قضیه، اومد بیرون کیفش رو جا گذاشت. خیلی خوشحال گفت الان برمیگردم، اون پیش خدمت منو میشناسه. برگشت پیش خدمته، گفت ببخشید من کیفمو جا گذاشتم. گفت شما رو به جا نمیارم. گفت بابا تو الان یادت بود 20 نفر آدم سفارش غذا دادم، منو یادت نمیاد؟ گفت نه واقعا یادم نمیاد. رفت از اون رئیس رستورانه کیفه رو گرفت و اومد و به این فکر کرد تا منتج به یک اثری شد به نام زیگارنیک افکت. زیگارنیک متوجه شد اگر یک قضیه‌ای در ذهن انسان‌ها ناتمام بماند، مثل چی؟ مثل زمانی که زیگارنیک سفارش همبرگر داده بود تا زمانی که این همبرگر آماده شه پیش خدمت بیاد بدش به این که دیگه تموم بشه. این قضیه در ذهن بالا میماند. همین که غذا رو تحویل داد و پروژه تموم شد، ذهن میذارش کنار. اگر یک قضیه‌ای در ذهن ما انسان‌ها ناتمام بماند، ذهن تا مدت‌ها این رو نگه می‌داره تا اینکه تمام بشه. نمونهش فیلم‌های آقای اصغر فرهادی. اگر دقت کنید اخیراً فیلم‌ها ناتمام است. چرا؟ که این فیلم تا مدت‌ها در ذهن شما بماند. حالا این رو بیار تو روابط عاطفی. تصور کن با یه نفر رابطه داشتی، رفتی رابطه به یک جایی رسیده، یه دفعه کات شده، گذاشته رفته، طرف این قانون رو بلد بوده یا به هر دلیل این رابطه تموم شده. این آدمه در ذهن شما مونده شاید ماه‌ها و سال‌ها و شما احساس میکنید دلیل این موندن اینه که این آدم خیلی خاص بوده. من نمیگم آدم خاص بوده یا نبوده، نمیدونم، ولی یکی از دلایل اصلیش میخوام آگاه باشی ناتمام بودن این قضیه است. علت این که روابط عادی میشه بعد از یه مدت که افراد دیگه به هم دیگه میرسن اینه که دیگه این زیگارنیک افکتی کار نمیکنه. روابطی که وسطشون یه دفعه کات میخوره تموم میشه تا مدت‌ها در ذهن شما میمونه. میشه با فکرت با تخیلت کاری کنی این رابطه تموم شه، اثر زیگارنیک بیاد پایین. ولی همین که آگاهی داشته باشه که یک چنین قضیه است بهت کمک میکنه که آرامش بیشتری داشته باشی و بدونی اون رابطه که خیلی وقت پیش تموم شده واقعا هم اگر تا تهش میرفتی انقدر شاید جذاب نبود. اگه تجربه داشتی تو این زمینه برام بنویس.